میگیرم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که خیرات یعنی چند تا هست، ورزش چند تا هست؟ اشاره به سوی کوه احد کرد. حاجی های محترم رفتگی هستید، احد دیده. حالا در دنیا از احد هم کوهی بلند هست، اما چرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثواب جنازه و سر منزل آمدن را اشاره به سوی کوه احد کرد؟ زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید این احد یک کوهی هست که ما را دوست می‌دارد و من هم گفت این احد را دوست می‌دارم. به خاطر محبت با پیغمبر بزرگوار اسلام کوه احد وزنش از همه کوه‌های روی دنیا بلندتر و وزن‌تر شدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که آره ببین مادرمان در این لحد ماندن، فرزند چه ابراهیم در لحد ماند، بچه که 8 ماهه یا 6 ماهه را در قبر ماند و سرش خم کرد و بخی گوشش گفت بچه جان حال میپرسند که خدای تو کی هست و دین تو چی هست و پیغمبر تو کی هست؟ و در جواب بگو بچم پروردگارم الله هست و دینم اسلام هست و پدرم پیغمبرم هست. فلما رجع میگه بازگشت نگاه کرد عمر گریه داره. گفت عمر برای چی گریه داری؟ گفت خدای کودک پرسه مرا میمانه، اگر خداوند مرا بپرسه من در جواب خدا چی جواب میتونم؟ برادر پیش از اینکه درون لحد میاییم باید برای جواب تیار باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان روح بید ملک، وقتی که خداوند قبض روح میکنه یعنی روح در دست ملائکه هست، در کفن در شستن اشتراک میکنه. حتی اگر مرد باشه جنتی باشه، حبیب خدا گفتن کفنش از جنت میارن، عطرهاش از جنت میارن و وقتی در لحد میمانند و شما میره آخران انسانی که 6 قدم میبردارد و نیت 7 داره حتی صدای پای شما را میشنوه و میخیزانند و صورت زیبای رسول الله را نشان میتن و میگن ماذا تقول فی هذا الرجل، درباره این مرد چی گفتنی ها داری؟ آیا این مرد میشناسی؟ جواب میشوه هذا محمد صلی الله علیه و سلم. این صورت زیبایی را نشان داده استی، این صورت زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. دوباره سوال میشه من این عرفته، از کجا شناختیش، از کجا دانستی که این صورت زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است؟ اگر واقعا عاشق رسول الله باشه میگه قرأت کتابه، آخرین پیغمبری است که من کتابش خواندم، آخرین پیغمبری است که 23 سال حیاتش برای من صرف کرد، من چگونه این پیغمبر را نشناسم؟ شناختن پیغمبر بزرگوار اسلام چه نعمتی بزرگی است. اونا میگن ما میدونستیم تو همین جواب میتی، اکنون خواب بکن مثل شه و عروس. شناختن پیغمبر بزرگوار اسلام علم قبر تاریک را تبدیل به جاگه شه و عروس میکنه. مادر از دنیا گذشته، با حضرت داملا مدت طولانی زندگانی کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر زنی که از دنیا بگذره و شوهرش بگوید من از او راضی هستم، خداوند تمام گناهاش میبخشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر زنی که از دنیا میگذره 5 وقت نمازش میخوانه و ماه شریف رمضان روزه میگیره و شوهرش اطاعت میکنه، تمام دروازه های جنت در اختیارش است. فاطمه زهرا دختر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آخران فرزندش که بعد سر خودش از دنیا گذشت، فاطمه زهرا شب رسول الله در خوابش در آمد گفت فاطمه بچم امشب چی افکار خوردی؟ گفت فاطمه جان امشب میگی من 3 روز است که افکار شکم سیری نمیاهم بخورم. گفت بچم روزه بگی من امشب افطار تو میام. سحر از خواب که میخیست تست افکار میکرد، خانه ها را میروفت، لباس های حضرت علی را تست تازه میکرد و میشوشت. حضرت علی گفت فاطمه بچه همسرم امروز اینقدر چقان شدی خیریت است؟ گفت امشب پدر من خواب دیدم، تعبیر خواب من همی است که من از دنیا میگذرم و من تست افکار کردستم که فردا این کودکای یتیمی من کی افکار میکرده باشه، لباس های تو را کی میشوشته باشه و تازه میکرده باشه. علی گفت یاد داری سحر تو مسجد میرفتی، من خواستم نماز بخوانم، از گرسنگی هوشم رفت، نماز خوانده نتانستم، یک بار شکایت نکردم که من گرسنه هستم. علی یاد داری روز
پدرم شب آمد دروازه را تک تک کرد. گفتم آتا جان با کی هستی؟ گفت چرا؟ گفتم من لباس ندارم. یک بار من در تو شکایت نکردم که علی من لباس ندارم. علی یاد داری شب روزی بود که تو دختر ابوجهل بالای من گرفتنی شدی، من راضی نشدم. اکنون من راضی هستم یا زن بگیر که به این کودکان رحم بکنه. اگر 29 روز قطعی اون خواه رفتی، یک شبک با کودکای من خواه. علی خواهش من همی است، تو از من راضی هستی که من پیش پدرم برم بگم پدر جان من از دنیا گذشتم، شوهرم از من راضی بود. حضرت علی گریه کرد، گفت فاطمه قسم به عزت پروردگار از پدرت شنیدگی هستم، پدرت گفت که خداوند از فاطمه راضی هست. پدرت از تو راضی بود، من هم از تو راضی هستم. هر دو گریه میکردن و صحبت میکردن. امام حسن و امام حسین آمدن دیدن پدر و مادر گریه دارد، گفتن خیریت است. فاطمه زهرا گفت بچم برای قبر بابیت زیارت بکو، از نام ما هم سلام بگو. هر دوش رفتن دویده آمدن. حضرت علی گفت خیریت است. گفت پدر جان صدای عجیب شنیدیم که بدوید برای مادرتان ببینه، قبر فردا میبینه اما مادرتان دیگه تا روز قیامت دیگه نمیتونه. خداوند این مادر رحمت و مغفرت کرده، مادر هر سخنی در زندگی پستی بلندی باشه خدا کرده باشه. حضرت داملا گفته باشه و من از همسرم راضی هستم و الله بزرگ جنت فردوس نصیبش کنه. خاندان فرزنداشونده که مادر از دست دادن خداوند صبر جمیل و کامل نصیب بگردانه. شب اول خیلی شب گران است، در این روز جمعه است، در روزی که تمام مسلمان‌ها در جنازه اشتراک کردند. پروردگار همه اینا را قدر کن، داخل قبرش مونس اجر بگردان. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم والحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین.